تو دادم که نگهدار شکستی، نگهدار شکستی، نگهدار شکستی. این شیشه به قلبی منی افگار شکستی، افگار شکستی، افگار شکستی. این شیشه به قلبی منی افگار شکستی، افگار شکستی، افگار شکستی. خلشار نمود سینه تنگی منی بیمار، این درد جگر خار. خلشار نمود سینه تنگی منی بیمار، این درد جگر خار. یک قلعه برق میدیری بیمار شکستی، بیمار شکستی، زینهار شکستی. یک قلعه برق میدیری بیمار شکستی، بیمار شکستی، زینهار شکستی. با تو باشم به خدا تو به قیامت به هیچ ندامت. گفتی با تو باشم به خدا تو به قیامت به هیچ ندامت. ای به خبرین عهد با یک بار شکستی، یک بار شکستی، ناچار شکستی. ای به خبرین عهد با یک بار شکستی، با یک بار شکستی، ناچار شکستی. با قامت چند سرخی را میدی به گلزار، ای دولت بیدار. با قامت چند سرخی را میدی به گلزار، ای دولت بیدار. از جلوه خود شفقتی گل زار شکستی، زینهار شکستی، زینهار شکستی. دل را به تو دادم که نگهدار شکستی، نگهدار شکستی، نگهدار شکستی.
دل را به تو دادم که نگهدار شکستی، نگهدار شکستی، بیکار شکستی، بیکار شکستی. با امید سرجمی و اتفاق و اتحاد این ملت صاحب تمدن یک درود گرم به همه شما. دوستان ارجمند، بیننده های بسیار هم با عزت، با اکرام، برنامه نوبتی فضا هست. از استودیوی برنامه فضای تلویزیون سفینه منظور شما دوستان خوب و نازنین تمنای آن را میکنیم که همیشه خاندان شما پر از فیض باشد، پر از نور باشد، پر از روشنایی باشد، عشق در خاندانتان طنین انداز باشد، محبت وطن دوستداری در قلبتان جوش بزند. عزیزان، در برنامه ما مهمان هستند هنرمند خلقی تاجیکستان استاد ارجمند امردین کبیروف که خیر مقدم میگوییم با دسته هنری، همچنین نویسنده شاعر بسیار هم زبردست دلاور میرزا، شما را نیز خیر مقدم میگویم. از شروع برنامه که با یک ترانه بسیار هم پرمضمون آغاز کردیم، بیننده برای خود یک غذای معنوی خواهد گرفت. بیایید صدا و سلام و پیام و البته احترامتان را به مردم برسانید، به مخلصانتان برسانید. سلامت باشید. اولا همه این مردمی شریف تاجیکستان از این منبر بلند امسال که 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همه گوشه و کنار جمهوری قید شده ایستاده است، صمیمانه تبریک و تهنیت میگم و با هنرمندانی که امروز، با نوازنده هایی که امروز من به این استودیو تشریف آوردم، یک چند ترانه های جدید برای مخلصان پیشکش کردنیم و خوشبختانه امروز در پهلوی من شاعر، نویسنده و دوستی دوره آواز جوانی من دلاور میرزا حضور دارند. همه وقت انا میخواد آسمان صاف و بی‌غبار باشه و ملت تاجیک فقط نیاز به هنرمندان داشته باشه. سلامت باشید. چون که هنرمند فقط در روزهای خرسندی مردم لازم است. بسیار تشکر، صحتمند باشید و شاعرانه و همچنین یک نویسنده سلام و پیغام و پیامتان را به مردم برسونید. میخواستم از این لحظه بسیار گوارا استفاده برم و تمام مردم کشور به همه اون دستاوردهایی که در 30 سال ما توانستیم با سروری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به دست آوردیم. پیش از همه استقلالیت ملی بود و همچنین وحدت ملی که ستون اساسی دولتداری است و من اطمینان کامل دارم که تاجیکستان از این به بعد هم باز شکوفاتر می شود، مردمش خوشبخت‌تر می شود و اون سعادتی که نصیب ما خداوند گردونده است او را هیچگاه ما باید از دست ندهیم. سرجمانه مبارزه بریم که تاجیکستان همیشه آباد باشد و دولت تاجیکان پایدار باشد. باور دارم که اگر ما رو به کتاب بیاریم و بیشتر کتاب خونیم، اطمینان کامل دارم که ما با اون آرزو و آرمان هایی که داریم در دل و گذشتگان ما داشتن خواهیم رسیدن. در نوبت اول میخواهم استاد امردین کبیروف شما هم چند سخن از فعالیت ایجادیتان حرف زنید، چون خیلی شده است که هم صحبت نشدیم و سر سفره برنامه فضا آمدن ترانه خواندن هم این گونه است که از کار و از ایجاد و از سلامتی شما پرسان شویم. زنده باشید. حاضره در فرهنگ ولایت انیقتر در انسمبل 6 مقامی نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان با همین نوازنده ها فعالیت کرده ایستادیم و چقدر این جشن هایی که جشن استقلالیت و دیگرها هست، همه وقت همراه همین نوازنده ها ترانه های نو ایجاد میکنیم. کار به حد زیاد است و دائما ما کوشش میکنیم که یک چیز، یک سخن، یک غزل پیدا کنیم که از اون غزل پیدا کرد، از اون چیزی سرایده ما مردم استفاده برند، یک چیزی نو بشنوند، یک آهنگ نو بشنوند، یک سخن نو بشنوند. همه وقت در تلاش هستیم و برای مردم امروز شکرانه که
حصه‌گذاری کرده ایستادیم. سلامت باشید. تشکر. خب بیاید همون از راحتی که غزل می سراید از بزرگان، از شاعران معاصر و شما همگی ترانه هاتون عموما از ایجاد بزرگان است، از ایجاد شاعران معاصر است و کوشش میکنید که بیشتر در سبک مثلا غزل یا که در سبک رباعی ترانه سرایی کنید. چگونه است این؟ چی معنی دارد و یا چی راحت بخش است برای شما؟ معنی همین است که اصلا همین فضیلت هنرمند باید هنرمند هم عقل و ذکاوت و هم رفتار و هم گفتار و همش نسبت همین مردم در جای بلندتر باید ایستاد. با چه خاطر؟ با اون خاطری که باید مردم از دهان هنرمند یک سخنی خوب بشنوند، یک سخنی نو بشنوند که در روزگار، مثلا در روزگارشون، در زندگی هر روزشون همون چیز در کار باشد. آفرین. بینید که مثلا این قدر کلاسیکایی که امروز ایجادات آنها در اختیار ما است، هنرمندان. این قدر هنرمندای خوبی که داشتیم، شادروان استاد ظفر نازیم، آدینه حاشیم، احمد باباقود، اون دیگرایی که مثلا یک عمر همین صنعت همین ملی تاجیکی را قپیدن با همون سخنهای بزرگ، با همون سخنهای بلند تا امروز آورده به دست ما رسانیدن. دیگر این رسالت کی باید پیش بره؟ باید همون هنرمندای پیش برن که هم یک چیزی خوب میسرن، یک چیزی به معنی میسراین که در بیرون و در داخل و در بیرون کشور اونا باید شناخته شوند. با همین سخن بلند و با همین احمد باباقلا مثلا تمام دنیا میشناسه. و یا یک عمر آهنگ کار کردن، شعر ایجاد کردن، چیزای آهنگای خوب تیار کردن برای مردم. اما گنجینه فرهنگ تاجیک فقط زم کردن، کم نکردن. بله، سلامت تا امروز همون گنجینه را زم کردن، کم نکردن. ما هم باید یک راه یافتن در که یک انتخاب کردن در کار که همون گنجور همین ملت صنعت ملت تاجیک باید کم نشود. زم کنید. ولی زم کنیم در آینده دیگرها استفاده برن از این. اصلا رسالت حافظ زمین است و سرود خواندن هم گمان میکنه که معنیش همینه که مردم یک چیز بهره برن او. بله، آفرین. صحتمند باشید استاد ارجمند. استاد دلاور میرزا هم پیش از آنه که در برنامه باید صحبت میکردیم چند لب شدیم از روزگار و از فعالیت کارشون. ایشان گفتن که گاه شعر می نوشتیم ولی رو به نثر آوردیم. خب عضویت اتفاق نویسندگان هم هستن ایشان. بله. بیاید یک کمک یادآوری میکنیم از شعرهایی که در همون زمان سراییدید و رو آوردید به نثر. راستی گپ با ادبیات همچون شاعر وارد شدم ابتدا. مجموعه نخستین شعرها با توصیه استاد جمعه قوت تیار کرده شدند، حتی برای چاپ پیشنهاد شدن. همین دوره حکایه های من در روزنامه های جمهوری چاپ می‌گردیدند و استاد دشادروان، جانبگ اکابیر، استاد عبدالحمید صمد، استاد شادروان سیف رحیم وقتی که با همین حکایه ها شناسایی شدن و در صحبت ها میگفتند که خوب است که بیشتر به نثر رو بیاریم. یک شعر من تازگی ایجاد کردم رو میخوانم و این شعر نام دارد گوشه ایمان من. مرحمت. شکر خاکت ای وطن زیرا که آن مردافر است، شکر هم آب زلالت آن عجب نورافر است، شکر این دولت بگویم شکر آن فرزانه مرد، دولتت چون آل سامان پیشوایت اکبر است، روی عالم چون بهشتی گوشه ایمان من، جان به قربانت وطن ای تاجکستان جان من، شکر این دشت و دمنها شکر این باغ و چمن، از برایم گرد خاکت قیمت از دور یمن، جان دل قربان کنم از بحر حفظی مرز و بوم، افتخارم در همه عالم توی زیبا وطن، روی عالم چون بهشتی گوشه ایمان من، جان به قربانت وطن ای تاجکستان جان من، تاجکستان سرنوشتی آرمان میلتی، تاجکستان بهر ما از جان شیرین قیمتی، تاجکستان آرمانی هفت پشتم از نیا،
تاجیکستان سرزمینی مردمی با همتی، روی عالم چون بهشتی گوشه ایمان من، جان به قربانت وطن ای تاجیکستان جان من. تاجیکم من از تبار مردمی با ننگ و عار، تاجیکم من میکنم از ملت خود افتخار، هر کجا که رفتم با یاد میهن بودم، با تو دارم ای وطن در روی عالم اعتبار، روی عالم چون بهشتی گوشه ایمان من، جان به قربانت وطن ای تاجیکستان جان من. تاجیکم من هم زبان ملت من تاجیکیست، در سخاوت به مثالم همت من تاجیکیست، در وفاداری ندارم هیچ همتا در زمین، مهر میورزم به عالم وحدت من تاجیکیست. با زبان تاجیکی گفتم من از آیین خویش، با محبت گفتم صدها کتاب از دین خویش، با زبان تاجیکی خواندم سرود زندگی، گفتم از دوستی از عشق و از آذین خویش. تاجیکستان دشمنانت شور و غوغا میکنند، گاه روشاد گاه پنهان قصد اغوا میکنند، دوش گفتم بر نسیم رو گو بران قوم لجوج، با چنین کردار بد خود را چه رسوا میکنند. تاجیکی من شهستون قصر ملت وحدت است، تاجیکی من پایه اعمار ملت وحدت است، مکتب صلح آفر تاجیک گواهی می دهد، ملت صاحب کتاب اعتباری وحدت است، روی عالم چون بهشتی گوشه ایمان من، جان به قربانت وطن ای تاجیکستان جان من. آفرین، سلامت باشید. بسیار سپاس، بسیار سپاس. خیلی مضمون بلند، خیلی زیبا، خیلی تسخیر کننده. و دوستان عزیز، گمانم منتظر شدید که یک ترانه دیگر استاد امرالدین کبیروف به سرایت پس همین حال آماده هستند. دوست کوبت گردر ما مرحبا دلتنگ نیست، نیست مالا چین ابرو در بغل هم سنگ نیست. گر برزد بر سر ما دوست باران سخا، غیر سرسبز دگر در باغ دل آهنگ نیست. آفتاب دوست را گر حرارت کامل است، میوه شاخ درخت عمر ما بیرنگ نیست. سر برای دوست دادن سر ندادن دوست را، این خطاب عکس صدای
از دل به ننگ نیست. خصم ما گر دوست گردد از درایت صلح جوی، در زبان و در دل ما احساس از جنگ نیست. در زبان و در دل ما احساس از جنگ نیست. این کل کال را بگذار بگذره، امر محال را بگذار بگذره، امر محال را بگذار بگذره. بگذشت زندگی به فیض بندگی، بگذشت زندگی به فیض بندگی. جنگ و جدال را بگذار بگذره، جنگ و جدال را بگذار بگذره. از شه جهت بلا، از چار سو خطا، غرب و شمال را بگذار بگذره. در عمری کوته دو عصر زیستم، در عمر کوته عصر زیستم. این سیل سال را زور بگذره، این سیل سال را زور بگذره.
بگذار بگذره گفتی که عمر هم با ما وفا کند گفتی که عمر هم با ما وفا کند خواب خیال را بگذار بگذری خواب خیال را بگذار بگذری خواب خیال را بگذار بگذری استاد ارجمند کمک دیگر اطراف اون حرف بزنید که امروز مثلا چون گفتید که در انسامبل شش مقامی نزد مقامات اجرایی حکومت ولایت ختلان فعالیت میکنم. بله. شش مقام یک هنر بسیار هم قدیمه است و به قول برخی از جوانان دشوار. خب توجه جوانان به همراه شدن به انسامبل شما یا اینکه توجه داشتن چگونه است؟ این کس حیدبای یوسفوف راهبری موسیقی یعنی انسامبل شش مقام کار فعالیت دارد در ولایت و در همون منطقه یگانه متخصصی هست که شش مقام خوب میفهمه، از شش مقام درس میگه. همین جوانایی هستن، جوانا خیلی شوق ذوق زیاد دارن به همین ژانر شش مقام. مثلا من تا اندازه میدونم زیاده از 10 نفر حاضر همین جوانایی که لیاقت انمی شش مقام خوانی دارن و لیاقت نواختن همین موسیقی های شش مقام دارن در نزد انمی حیدبای یوسفوف درس میگیرن اونا. خب استاد دلاور میرزا، چون گفتید که زمانی بود گاه شعر می نویسیم و حتی مجموعه هم آماده کردیم و رو وردید یک بار به نثر پس از اندیشه استادانی که توجه به نوشت شما کردند. خب کتاب دارید با نام کیفر، باز همین گونه چند مجموعه دیگر دارید که بگید پویست و رمان و قصه هایی که می نویسید چی را در بر می گیرد و چرا یک بار رو وردید به این ژانر؟ دشوار نبود؟ نویسندگی بسیار زحمت زیاد است، خصوصا برای نویسندگانی که به تاریخ روی میبرند. مثلا برای نوشتن رمان کیفر من 11 سال عمر خود را صرف کردم و در این 11 سال من بیشتر به همون آموختن حجت ها و اثرهایی که از روزگاری نصرت الله معصوم حکایه میکردند و واقعه های همون دوره را بیان میکردند در بر میگرفتند. من تنها در همین موضوع گفتنی هستم که محض وقتی که جناب عالی پیشوای معظم ملت به نصرت الله معصوم و شیرینشاه شاه تیمور عنوان قهرمان تاجیکستان را داد و بیشتر مسئولیت حس کردم که چون من زوده رشت هستم و این کس همدیار من هستم، باید از حیات او اثر نوشته باشم و در این من اثرهای نوشتم بیشتر در موضوع وطن دوستی هستم، چون تاجیکستان رو بسیار دوست می‌دارم. از دوران نورسی البته حکومت شوروی برای ما عزیز بود، خدمت‌های ارزنده برای ملت تاجیک در اون دوره انجام داده شده است، ولی تاجیکستان چنان که گفتیم این گوشه ایمان ما است و برای همین اکثر نوشته های من جوان رو در حوزه وطن دوستی و خویشتن شناسی تربیت میکنن. آفرین، صحتمند باشید استاد ارجمند. واقعا نفری که قلم بر دست میگیرد در راه ایجاد مثلا گام میگذارد، اگر همیشه آماده باشد و همیشه ترنم وصف وطن را کند، گمان میکنم کمی اندر کم از زیرا که آخر ما یک وطن داریم، یک مادر جان داریم که تاجیکستان است و ارزنده است که ترنمش کنیم، ارزنده است که وصفش کنیم، ارزنده است که سجده به خاکش کنیم، شکرانه مثلا آب و شکرانه خاک و شکرانه دان این سرزمین کنیم که در چنین یک وطنی که 4 فصلش بهار است زندگی میکنیم، عمر به سر میبریم و صحتمند باشید. بسیار تشکر. خب گمانم که باز در نقشه دارید مجموعه های نوی که در پیش البته ایجاد بسازید و شاید در روی چاپ هستند.
یک رمان با نام مرد راه برای چاپ آماده شده است. این درباره همین دستاوردهای ما در زمان استقلالیت و یکی از شخصانی که مثلا در مکتب پیشوای معظم ملت در همین دوره تربیت یافته است، قهرمان اثر، درباره او حکایت میکند و من اطمینان کامل دارم که اثر و خوانندگان من و مخلصان من خوش میآید. همون مسئله وطن دوستی، همون مسئله زحمت کشی مردم ما، همون که جوانای ما در گجای باشن باید با سر بلند با ناموس و آر تاجیکانه رفتار کنند تا اینکه همین مردم بدونن که این ملت ملتی صاحب تمدن است. این ملت ملتی هست که همین خودی پیشوای معظم ملت نمونه عبرت است در زندگی، جانفدایی و وطن دوستی و وحدت سرایی و همه هنرهایی که در انسان باید باشد، در انسان وطن دوست در جناب عالی هستند و انا همین چیز رو پیروان او تربیت گرفتگان مکتب او ادامه داده است. بله. خب بیننده های ما نغز میدونند استاد امرالدین کبیروف و دسته هنریشون، خب استاد دلاور میرزا، که این برنامه زنده سرایی است و در این برنامه هنرمندان وقتی که اشتراک میکنن برابر سخن کردن باید که ترانه های زنده سرایند تا طبع بیننده و مخلصان برنامه های تلویزیون سفینه و مخصوصا برنامه فضا را شاد بگردونند. بعد این خاطر گمانم آموده. بله زنده باشید. من و تو شیشته بوده در لبی آبی کبود، من و تو شیشته بوده در لبی آبی کبود، ای خوشا در دلی شب پیش ما کسی نبود، ای خوشا در دلی شب پیش ما کسی نبود، در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبود. آفتاب حسن تو هر افشانی نمود، آفتاب حسن تو هر افشانی نمود، ماهتاب آسمان گشت از رشک بود، ماهتاب آسمان گشت از رشک بود. من و تو شیشته بوده در لبی آبی کبود، من و تو شیشته بوده در لبی آبی کبود، ای خوشا در دلی شب پیش ما کسی نبود، ای خوشا در دلی شب پیش ما کسی نبود، در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبود، در لبی آبی کبود. لب من از لبی تو یک دم کام گرفت، لب من از لبی تو یک دم کام گرفت، دل دیوانه من شکر آرام گرفت، دل دیوانه من شکر آرام گرفت. من و تو شیشته بوده در لبی آبی کبود، من و تو شیشته بودیم در لبی آبی کبود، ای خوشا در دلی شب پیش ما
کسی نبود ای خوشو در دیر شب پیش ما کسی نبود در لبی آبی کبود 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 و آیسته آیسته که به انجام رسیده ایستاده‌ایم، استاد دلاور میرزا شما هم چند مصرع دیگر از ایجادتان قرائت بسازید، بعدا ما با بیننده با یک ترانه استاد خیر خوش میکنیم. تا سر نهادم من در آستان وحدت، 100 گل شکفته دیدم در بوستان وحدت. آباد کشور من، آزاد دلبر من، خوشبخت میلتی ما، این از نشان وحدت. با اوست بخت و دولت، از اوست زور میلت، گشته است ریشه پیوند جانم به جان وحدت. این ملت هنرور امروز شد مظفر، بگذشت بار دیگر از امتحان وحدت. از من گذر ما شو، محبوب دیده ها شو، این معنی هست پیدا اندر جهان وحدت. مردان جانفدا را، یاران با وفا را، دیدیم این سحرگاه در دور خان وحدت. میرزای مست مخمور در دست چنگ و تنبور، میخواند بهر یاران شرح و بیان وحدت. زنده باشید، آفرین، سلامت باشید. احسن، صحتمند باشید. همگی شما رو خیر مقدم میخوانم با سلامت تلویزیون سفینه سلامت باشید. و باور دارم که بیننده که برنامه فضا رو تماشا کرد که با اشتراک هنرمند خلقی تاجیکستان استاد امردین کبیروف، با اشتراک استاد دلاور میرزا عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان، با اشتراک دسته رامشگران گمنام غذای معنوی برداشت. البته صحتمند باشید، با عزت باشید دوستان ارجمند. بار دیگر خوش آمدید و با امید اونه که وحدت و استقلالیت و همدلی در این وطن پایدار باشد، با امید اونه که تبسم همیشه در لبان خرد و بزرگ این ملت گل کند، با امید اونه که همیشه آیت شکرانه از استقلال و از آبادی و از آزادی این ملت داشته باشیم، با امید آنه که عزیزان دل با سریمین سفره یک جای صحبت داشته باشیم اطراف خوشبختی و خوشنودی و پیروزی و مظفریت و موفقیت و سرفرازی این ملت کهن تاریخ. رسیدیم به انجام برنامه با یک ترانه که از جانب هنرمند خلقی تاجیکستان استاد امردین کبیروف پیشنهاد می‌گردد. با شما سلامتی، موفقیت و سعادت دارین را تمنا میکنیم. انتظاران تو را صبح دمیدن دل شد، دوستداران تو را پیغام دیدن دل شد، دوستداران تو را پیغام دیدن دل شد. چشم یک خواب از غمی نادیدنی تو خور گشت، چشم یک خواب از غمی نادیدنی تو خور گشت. صبر تیغ شد و جان حیکی رسیدنده شد، صبر تیغ شد و جان حیکی رسیدنده شد.
خودت در لا بلا و تو با تویم جا گیری. این کبوتر نامه شد اما پریدن دیر شد. این کبوتر نامه شد اما پریدن دیر شد. آن نگاهی شوقت چشمانی و شیق رخت رخت. آن نگاهی شوقت چشمانی و شیق رخت رخت. آمدی دیر آمدی هنگامی دیدن دیر شد. آمدی دیر آمدی هنگامی دیدن دیر شد. بس هنر کردی ایا صیادی نگشاد باش. با قفس خوب کردین وحشی رهیدن دیر شد. آقدر پر زدم در این قفس وای من. آقدر پر زدم در این قفس وای من. هم قفس پیشکش هم بالم پریدن دیر شد. هم قفس پیشکش هم بالم پریدن دیر شد. آمدی دیر آمدی هنگامی دیدن دیر شد.